میدونستین گربه‌ها معمولا مردا رو بیشتر از زنا دوست دارن؟ خیلی از گربه‌ها برخلاف چیزی که فکر می‌کنیم مردا رو بیشتر دوست دارن. عجیبه نه؟ ولی یه دلیل منطقی داره. مردا معمولا آرومترن، کمتر گربه رو بغل میکنن یا زیادی بهش محبت نشون میدن و گربه‌ها دقیقاً همینو میخوان. آزادی و آرامش. از اون طرف زنا معمولا از سر عشق و دلسوزی هی صداش میزنن، بغلشون میکنن و باهاشون ور میرن. گربه‌ها از کنترل شدن خوششون نمیاد. دلشون میخواد خودشون تصمیم بگیرن کی نزدیک شن، کی نوازش بخوان، کی تنها باشن. مردا معمولا فقط میشینن، کاری به کارشون ندارن و گربه با خیال راحت خودش میاد نزدیکشون. دانشمندان میگن گربه ها حتی ترجیح میدن کنار مردا بخوابن چون اونا آرومترن و بدنشون گرمتره. و نکته جالبش اینه که مردا معمولا عطر یا کرم معطر نمیزنن و همین باعث میشه بوشون برای گربه ها طبیعی‌تر و قابل تحمل‌تر باشه. و وقتی یه گربه با میل خودش میاد رو پای یه مرد میشینه، یعنی بهش اعتماد کامل داره. شما بگین گربه شما تو خونه بیشتر با کی رفیقه؟ بنویس تو کامنت ها. صفحه ما رو دنبال کن تا هر روز به اطلاعات اضافه